سلام به همگی. آقا هوا سرده. بعد چی اسمش، من یه چیز جالب که دیروز خب من دانشگاه بودم تا حدود 8:30 شب. من دانشگاه بودم. بعد آقا بعد از ظهر یکی از بچهای اتاقمون اومد بعد دانشگاه. بعد آقا من چند دقیقه رفتم سرویس بهداشتی، این داشت با گوشی حرف میزد. خب بعد رفتم سرویس و اینا. بعد اومدم دیدم در اتاق قفله. بعد وقت من کلید نبرده بودم که دستشویی رو برای اتاق. بعد من حالا قبلا بهش گفته بودم که من مثلا میرم بیرون، من معمولا دستشویی میرم کجا دارم من. خب بعد در قفلم تا وقتی میبین کوله پشتی من هست لطفا هر وقت من نبودم رفتی بیرون در قفلم. من گفته بود باش. بعد آقا من اومدم خواهیم در قفل کرده رفته و کسی دیگه نبود که. من گفتم چی کار کنم. و حالا چند نفر بیشتر کلا نبودن. خب چون بعد از ظهر اینا هوا تاریک و اینا رفته بودن ملت. بعد رفتم خدا رو شکر یکی دیگه بچه‌ها رو از تو هم اتاقی ما، نه یه اتاق دیگه، خب اونو پیداش کردم. گفتم شاید اون معمولا شماره همه رو داره، گفتم شاید مال اینم داشته باشه. من رفتم و اول خدا رو شکر بود و بعد اینکه خدا رو شکر گفتن که شماره اینو داری. گفت آره. بعد چی اسمش واتساپش رو گرفت. بعد جواب نداد. گفتم جواب نمیده اینا. گفت اوه تو هندزفری بودش، دوباره بگی. دوباره گفتم جواب نداد. گفتم ببین شما موبایلش گوشی تلفنشون داری؟ من وقت گفت آره. اونو گرفت. بعد این جواب داد. خداش اول اینکه خداش که بود، اول اینکه خداش شماره‌اش داشت و بعد اینکه خداش که شما چی جواب داد. یعنی واقعا میگم من هیچی پشت در میموندم چیکار میکردم. بعد وقت حتی خب کلید خونه هم نداشتم که برم خونه و اینا، چون که کلیدم همه چی تو اتاق بود دیگه. بعد وقت جواب داد. گفتم من طاهرم کجای فلان اینا. گفت دارم میام. من هیچ دیگه آقا من خدافظی کردم از اون اومدم دیدم این اومدش رفته بود بیرون یه چیزی بگیره اینا اومدش. من اینجوری که ناراحت شدی نگران شدی. گفتم نه عزیزم در پوست خودم نمی گنجیدم که پشت در موندم. من گفتم خب آره دیگه نه به نظرت آدم به اون پشت دست چی میشه. بعد وقت گفت که نه من اینجا بودم. گفتم خب من به تو قبلا گفته بودم که مثلا در رو نبند. گفت نه استادم گفته که مثلا مسئول اینا هستش، اینا گفته هر وقت رفتی از اتاق بیرون در رو ببند، لپتاپ و بالاخره اینا هستش امنیتی. گفتم آقا کی اصلا تو دانشگاه الان هست که بخواد بیاد بدزده؟ والا من هیچی دیگه. گفت نه امنیتی اینا. گفتم خب از من هر وقت خواستی بری قبلش به من بگو که من کلیدو با خودم همراهم باشه. گفت نه تو همیشه کلید همراهت باش، هر جا میری کلیدو با خود ببر. گفتم باش. بعد خواست اصلا امنیت نداره دست اینا. بعد وقت هیچی دیگه شما میتونیم اینا هم ببین برگارو. بعد وقت آقا اون حسابی به من فشار خون رو برد بالا و اینا. بعد چه اسمش آقا خداحافظی کرد رفت اینا. گفتم به سلامت برو کشتی ما رو. بعد وقت آقا بعد من تا 8:30 حدود 8:30 دانشگاه بودم. بعد که اومدم بیام خونه دیدم اصلا هیچکی نیست. بعد من بودم و خودم هیچکی نبودش اصلا. خب بعد من تنها بودم. بعد گفتم اوه چرا ملت چرا همه رفتن هیچکی نیست واسه چی دیگه. بعد اومدم خونه و اینا. بعد حالا این بار خدا رو شکر ترم زود اومد، یعنی تا رسیدم چون معمولا ترم شب که میشه دیر به دیر میاد دیگه، اصلا نیم ساعت 40 دقیقه اینو بعد وایسی. بعد اون موقعی که رسیدم همون ساعتی بودش که ترمه اومده بود. بعد من اینجی پریدم تو ترم و اینا. بعد اومدم خونه و اینها. خواسته اینجور هم اتاقی های خوب دانشگاه که باعث میشه آدم فشار خون و ایناش نوسان پیدا کنه. من خواسته خیلی اینها اینم یه خاطره میشن همین خاطره دیگه اینها. الان بعد شما اینم ببین هوا سرده ها. من فکر کنم هوا 1 درجه است. خیلی سرده.
البته 2-3 سری هم برف اومده. اینها چی هستیم؟ آذر ماه سال 1403 برنو، جمهوری چک. بله